تو این ویدیو رفتیم سراغ گرافیکی ترین عناوین موبایل، بازیایی که پردازنده موبایلتون رو به چالش میکشن. پس بدون معطلی بریم سراغ بازی شماره 1. Hello, old friend. It's been a long time. بازی شماره 1 شاهکاریه که اصلا نیاز به معرفی نداره. Red Dead Redemption. راکستار رسما معجزه کرده و کیفیت بی‌نظیر این بازی کنسولی رو بدون هیچ کم‌وکاستی آورده روی موبایل. اگر این بازی رو به هر دلیلی نتونستید قبلا بازی کنید، حالا وقتشه که این عنوان جذاب و شاهکار راکستار رو روی موبایلتون تجربه کنید. Gonna be a bloody job. I don't think I know any other kind. For an illiterate gunslinger, you sure know how to make a girl blush. Enjoy life! It's a beautiful struggle! Welcome to Sevastopol Station. You're home away from home. شماره 2 Whether you're here مخصوص to work or اونایی rest, که عاشق هیجان و ترسن. you'll find it. Alien Isolation. وقتی این بازی رو روی گوشی اجرا میکنید، نورپردازی های خیره کننده و سایه های سنگینش طوری شگفت زدتون میکنه که کلن یادتون میره این یه بازی موبایله. اما بریم سراغ یک شوتر گرافیکی ناب. دلتا فورس موبایل اومده تا استانداردهای شوترهای نظامی رو روی گوشی کلن جابجا کنه. با گرافیک و فیزیک آنریل انجین 5، انیمیشن طبیعی اسلحه ها و انفجارهای بی‌نظیر، این بازی حس و حال دقیق یک نبرد واقعی و مدرن رو بهتون منتقل میکنه. اگه دنبال یک شوتر فوتورالیستیک و واقعی هستید، دلتا فورس مقصد نهایی شماست. اگر عاشق دنیای جهانباز، سرعت بالا و جلوه‌های بصری خیره کننده هستید، واترینگ ویوز هوش از سرتون میبره. افکت‌های ذره‌ای تو نبردها، نورپردازی محیط و حرکات فوق‌العاده روون شخصیت‌ها تو نرخ 60 تا 120 فریم رسما پردازنده گوشیتون رو به مرز انفجار میکشونه. این بازی یک اکشن نقش‌آفرینی بی‌نظیره که از دیدنش سیر نمیشید. شماره 5 این لیست یک دنیای جهانباز و خیره کننده از چین باستانه. Where Winds Meet. تغییرات آب و هوایی در لحظه، انعکاس فوق‌العاده نور روی آب و فیزیک طبیعی طبیعت تو این بازی جوری رندر میشه که مرز بین بازی‌های نسل نومی کنسول و موبایل رو کلاً از بین میبره. این بازی یک اثر هنری به تمام معناست. حرف از واقع گرایی که بشه نمیشه از آرنا بریکوت اسم نبرد. این بازی فوتورالیستیک ترین و تاکتیکی ترین شوتر برای اندروید و iOS. با آستاب نور روی لنز دوربین ها، جزئیات خیره کننده متریال اسلحه ها و سیستم آسیب دیدگی طبیعی جوری شما رو درگیر میکنه که انگار خودتون وسط یک میدان نبرد واقعی هستید. کوچکترین جزئیات گرافیکی اینجا با وسواس طراحی شده.
یکی از جدیدترین و چشم‌نوازترین عناوینی که پاش رو به موبایل گذاشته دستینی رایزینگه. دنیای علمی تخیلی و بزرگ دستینی با همون عظمت اومده روی گوشی شما. نورپردازی های نئونی، طراحی فوق‌العاده جزئیات اسلحه ها و افکت های جادویی توی شلوغ‌ترین صحنه‌های نبرد جوری رندر میشن که اصلا باور نمی‌کنید دارید روی یک صفحه لمسی بازی می‌کنید. کار اکس استریت بهشت عاشقان دریفت و خیابان‌های شبانه. دنیای جهانباز با نورپردازی‌های نئونی، انعکاس‌های خیره کننده خیابان‌ها و جزئیات دقیق تیونینگ ماشین‌ها جوری طراحی شدن که حتی قوی‌ترین چیپست‌های پرچمدار رو هم به چالش می‌کشه. اگه دلتون برای یک جهانباز ریسینگ واقعی تنگ شده، این بازی خوراک خودتونه. اما بریم سراغ یکی از تاکتیکی ترین و سنگین ترین شوترهای محیط های بسته، یعنی رینبو سیکس موبایل. یوبیسافت فیزیک تخریب پذیری دیوارها، نورپردازی های طبیعی تو فضاهای تاریک و جزئیات فوق‌العاده تجهیزات نسخه اصلی رو با وسواس زیاد آورده روی گوشی. اگه دنبال شوتر گرافیکی با ذرات گرد و غبار واقعی و تخریب پذیری زنده هستید، رینبو سیکس رسما چیپست گوشیتون رو به چالش میکشه. و در نهایت شاهکار یوبیسافت یعنی دیویژن ریسرجنس، جزئیات برفی و سرد خیابان‌های نیویورک، انعکاس فوق‌العاده نور روی گودال‌های آب و سایه‌زنی‌های هوشمند تو فضاهای بسته، حس و حال یک بازی کنسولی تمام عیار رو منتقل میکنه. اگه عاشق شوترهای لوت محور و دنیای آخر زمانی هستید، این بازی از نظر گرافیک تیر خلاص رو میزنه. خب دوستان عزیز ریچ گیم، اینم از معرفی بهترین و سختگیرانه ترین بازی‌های موبایل. به نظرتون کدوم بازی میتونست تو این لیست جا بگیره که ما بهش اشاره نکردیم؟ و برامون بنویسید که گوشیتون توانایی اجرای کدوم یکی از این بازی‌ها رو داره. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب کانال ریچ گیم موبایل یادتون نره که کلی ویدیو جذاب دیگه تو راهه. تا ویدیو بعدی بدرود.